آزادی. بیانیه شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان به مناسبت 5مین سالگرد سقوط نظام جمهوری افغانستان و در حمایت از مبارزات مردم برای آزادی. 5 سال از سقوط نظام جمهوری افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد. 5 سالی که با حذف آزادی‌ها، سرکوب سازمان یافتن، نقض گسترده حقوق بشر، محرومیت زنان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و گسترش فقر، تبعیض و ناامیدی املا بوده است. این 5 سال تنها روایت سقوط یک نظام سیاسی نیست، روایت رنج میلیون‌ها انسانی است که از حق انتخاب، آموزش، کار، آزادی بیان و مشارکت در تعیین سرنوشت خود محروم شده‌اند. طالبان در این سالها کوشیدند با سرکوب به ارعاب و خاموش کردن صداهای آزادیخواه اراده مردم افغانستان را در هم بشکنند. زنان را از عرصه عمومی حذف کردند، فعالان مدنی، خبرنگاران را تحت فشار قرار دادند، اقلیت‌های مذهبی و قومی را با تبعیض و خشونت مواجه ساختند و هر گونه صدای مخالفت را با بازداشت، شکنجه و سرکوب پاسخ دادند. اما تاریخ بار دیگر نشان داده است که هیچ حکومتی نمیتواند برای همیشه بر پایه ترس و محرومیت حکومت کند. آنچه امروز در گوشه و کنار افغانستان مشاهده می شود بیانگر افزایش نارضایتی عمومی و شکلگیری اشکال گوناگون مقاومت در برابر استبداد است. مردم افغانستان پس از سالها محرومیت و تحمل فشار همچنان خواهان آزادی، عدالت، کرامت انسانی و مشارکت در تعیین آینده کشور خود هستند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان بر این باور است که مبارزه مردم افغانستان برای آزادی مبارزه مشروع و برخاسته از اراده ملت است. ما در کنار تمامی زنانی که با شجاعت در برابر تبعیض ایستاده‌اند، در کنار جوانانی که برای کرامت انسانی تلاش می‌کنند و در کنار همه شهروندانی که از راه‌های گوناگون برای آینده آزاد، عادلانه و مبنی بر حقوق بشر فعالیت می‌کنند اعلام همبستگی می‌کنیم. در حین حال تاکید می‌کنیم که آینده افغانستان باید در پایه اصول روشن، حقوق بشر، برابری کامل زنان و مردان، مشارکت برابر همه شهروندان، احترام به تنوع قومی، مذهبی و زبانی، حاکمیت قانون و مردم سالاری بنا شود. یک تحول سیاسی بدون تضمین این اصول نمیتواند پاسخگوی آرمان‌های مردم افغانستان باشد. ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که در برابر رنج مردم افغانستان سکوت نکنند، سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان را عادی سازی نکنند و از خواست مشروع مردم افغانستان برای دستیابی به آزادی، عدالت و حکومتی پاسخگو و حمایت کنند. در آستانه 5مین سالگرد سقوط نظام جمهوری بار دیگر اعلام می‌کنیم که آزادی را نمی‌توان برای همیشه به بند کشید. صدای مردم افغانستان خاموش نخواهد شد و تلاش برای ساختن کشور آزاد، عادلانه، مردم سالار و مبنی بر حقوق بشر تا تحقق کامل خواست‌های مشروع ملت افغانستان ادامه خواهد داشت. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، تهران، ایران، 15 آگوست 2026.